سلام بچه، چطورید؟ امیدوارم که حالتون خوب باشه. بچه تو این ویدیو قراره که با هم بریم 1 کیلومتر ساعت دار بسازیم و یه چیز خیلی خفنیه. میتونه با هزینه خیلی کم 1 کیلومتر ساعت دار داشته باشید و مثلا حالا وقتی میرید بیرون میخواید بفهمید ساعت چنده، گوشی هم همراهتون نیست، میتونید از این استفاده کنید. و اینکه بچه لایک، کامنت و سابسکرایب چنل فراموش نشه. دم همتون گرم. قبل از هر چیز شما به یه ساعت نیاز دارید، یه ساعت حالا چه ساعت دیجیتال باشه چه معمولی، و به یه ساعت نیاز دارید و 1 کیلومتر. خب بچه، ما ماره کیلومتر رو بازش کردیم و اینم از کیلومترمون. کیلومتر رو بیرون آوردیم. خب بچه، فرق هم نمیکنه چه کیلومترتون معمولی باشه یا دیجیتال هم که نه اصلی میشه. حالا این دوکیره هستش و همون دیجیتال یا اصلی. شما حالا بریم با هم اول این پیچای کیلومتر رو باز کنیم. 3 تا پیچ داره، یه پیچ اینجا میخوره، یه پیچ هم اینجا و یه پیچ هم اینجا. حالا معلوم باشه 3 تا پیچ میخوره که بریم که با هم بازش کنیم. بچه اینم از صفحه کیلومتر. بچه من رفتم شکلشو در آوردم، ولی حالا بچه ساعت من این شکلیه. این ساعت حالا کارم نمیکنه، حالا درستش میکنم. این ساعت باید اندازه اینو بیرون برید و اینجوری بذارید توش. حالا ما بریم که با چسب اینو بچسبونیم. یه چیز یادم رفت بهتون بگم، شما برای اینکه این شکل رو در بیارید باید یه چاقو رو بذارید روی آتیش که گرم بشه و بعد شکلش رو در بیارید. خب بچه ما کیلومتر رو ببخشید ساعت رو با چسب کتابی هم بستیم، هم این شکلی میشه و اینکه با این چسب کتابی چسبوندیمش و اینکه بریم که کیلومتر رو ببندیم. خب بچه روی موتور هم بستیمش و اینکه یه چیز خیلی خفن شد. خب بچه امیدوارم که از این ویدیو لذت کافی برده باشید. لایک، کامنت و سابسکرایب به چنلم فراموش نشه. دم همتون گرم.